برای ساخت کلیپمون اول از برنامه اینشات استفاده می‌کنیم تا عکسامون آماده کنیم. از قسمت عکس ها ما میایم عکس مورد نظرمون رو انتخاب می‌کنیم. از قسمت بوم میایم سایزش رو دقیق تنظیم می‌کنیم. این تیک رو بزنید. حالا بریم قسمت برچسب ها. اون کاور مشکی ساده‌ای که من انتخاب کردم اینه. حالا توی گالری گوشیتون میتونید برید سراغ برنامه تلگرام و اون کاوری که از کانال تلگرام هم دانلود کردید رو از اینجا بردارید و بیایید ازش استفاده کنید. حالا بریم سراغ فونتمون. من میخوام متن بنویسم ولی فونتی که انتخاب کردم فونت فارسی شکسته هست. توی قسمت فونت ها این قسمت رو فلش رو بزنید و اون فونتی که از کانال تلگرام دانلود کردید رو انتخابش کنید، از بالای صفحه تیک رو بزنید تا بتونید از اون فونت دیمای شکسته استفاده کنید. قشنگ متنتون رو تنظیم میکنید، میایید روی عکستون تنظیم میکنید و از بالای صفحه ذخیره سازی رو میزنید و خروجی میگیرید. یکی یکی عکسایی که واسه کلیپ میخواید و اینجا آماده میکنید و خروجی میگیرید و تمام. حالا بریم سراغ برنامه کپکات. وارد برنامه کپکات میشیم، نیو پروژکت رو میزنیم. از قسمت پوتو عکسایی که توی این شات آماده کردیم و یکی یکی انتخاب میکنیم. من عکسامو انتخاب میکنم، از اون پایین اد رو میزنم. حالا بریم سراغ اضافه کردن موزیک. اد مدیا رو بزنید، سوند رو بزنید. اینجا هم خودش کلی آهنگ داره ولی من از گالری گوشی خودم میخوام. فرام دیوایس رو بزنید و آهنگ مورد نظر خودتون رو سرچ کنید. من آهنگمو پیدا میکنم، به علاوه رو میزنم و میام اینجا آهنگ رو تنظیم میکنم. ابتدا و انتهای آهنگ رو من کات میکنم، برش میکنم و تنظیم میکنم. اون قسمتی که از آهنگ میخوام رو میذارم و میام انتهای آهنگ هم همین کار میکنم. رو آهنگ کلیک کنید، این پایین اسپلیت رو بزنید و اضافه موزیک رو دیلیت کنید و برش دارید. حالا فیلمم میشه 23 ثانیه. حالا این فلش کوچیک رو بزنید و ادیت رو بزنید، بیایید قسمت فرمت و از اینجا سایزی که میخواید واسه ویدیوتون خروجی بگیرید رو انتخاب کنید. بچه‌ها من سایز 1:1 رو انتخاب کردم و فلش رو میزنم و برمیگردم به عقب. حالا ادیت رو بزنید. بچه‌ها عکس رو انتخاب کنید. از اینجا میتونید عکس ها رو یکی یکی انتخاب کنید و تنظیم کنید که با متن و صدا همخوانی داشته باشه. حالا بریم قسمت انیمیشن. از قسمت انیمیشن گزینه سوم رو بزنید. اینجا کلی انیمیشن های آماده جذاب هست که میتونید دونه دونه به عکساتون اضافه کنید. من یکیشو انتخاب میکنم، تیک رو میزنم و این انیمیشن رو به عکسم میدم، برمیگردم عقب و عکس بعدی رو انتخاب میکنم. یکی یکی باید برگردید عقب، عکس بعدی رو انتخاب کنید، برگردید دوباره بهش انیمیشن بدید، تیک رو بزنید و برید سراغ عکس بعدی. به تمام عکس‌ها انیمیشن دلخواهمو میدم و برمیگردم به عقب. حالا بیایید از قسمت ادیت گزینه افکت رو انتخاب کنید. بچه‌ها اینجا کلی افکت زیبای آماده است که میتونید به کل ویدیوتون بدید. من این افکت رو انتخاب میکنم، اینو انتخاب میکنم و تیک رو میزنم. حالا افکت رو تا انتهای صفحه، تا انتهای ویدیو خودم میکشم. ببینید باید حتما فیلتر شکنتون روشن باشه ها. خب حالا اینجا بچه‌ها من میخوام واترمارک هم بردارم. روش کلیک کنید، ویدیو متوقف بشه، دیلیت رو بزنید. تمام، واترمارکتون هم برداشته شد. حالا میریم برای کارمون خروجی بگیریم. اکسپورت رو بزنید و صبر کنید تا انتهای ویدیو کامل خروجی گرفته بشه. اینم از نمونه کارمون. حتما این کلیپ رو بسازید و صفحه‌مو تگ کنید تا منم ببینم و انرژی مثبت بگیرم و واسهتون ویدیوهای جذاب‌تری بسازم.